در فیلیال دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان در شهر اسفارا 13 ماجستراند، 9 نفر عنوانجو و 2 نفر دکتراندها با تالیف رساله ها و تحقیقات علمی مشغولند. سال جاری 3 نفر عنوانجویان رساله های نامزدی خود را برای دفاع پیشنهاد خواهند کرد. این مطلب را ضمن نتیجه گیری از فعالیت فیلیال در سال سپری گردیده، دیرکتر تعلیمگاه مظفر خالقов به خبرنگاران رسانه‌های اطلاعاتی شهر ابراز داشت. مفصوف افزود که استادان فیلیال در 16 سمت کارهای علمی تحقیقاتی میبرند و در سال حساباتی 166 مقاله از جمله در سطح داخلی دانشگاهی 20 مقاله، جمهوریوی 110 مقاله و بین الخلقی 7 مقاله انتشار گردید. در جنبست سال خوانش 2019-2020 159 نفر به گرفتن استیپندیا از جمله 18 استیپندی اعلی نائل گردیدند. دانشجویان طبق شرطنامه در کارخانه‌های صنعتی شهر و ناحیه‌های ولایت و خارج کشور تجربه آموزی می‌کنند. حالا 4 نفر دانشجویان در دایره همکاری‌های بیرونی در جمهوری فدراتیوی آلمان تجربه می‌آموزند. همچنین گفته شد که با مقصد راه‌اندازی کارهای تربیوی و معرفتی و فراغتی، ساعت‌های تربیوی، میزهای مدور، کنفرانس و شب‌نشینی‌ها و ملاقات و واخوری‌های سودمند دایر گردیده، دانشجویان در فستیوال و آزمون‌های شهری و ولایتی از جمله فروغ صبحی دانایی، آزمون حاضر جوابان، دسترخوان آرایی، چکامه گیسو و غیره با موفقیت برآمد می‌نمایند. ضمن پاسخ به سوال‌های سرشمار روزنامه‌نگاران، سروری تعلیمگاه و چندی از استادان با برابر ذکر دستاوردها از جمله گفتند که فیلیال متخصصان را از روی 13 اختصاص‌های تکنیکی و تکنولوژی و آموزگاری و اقتصادی که به طلبات بازار مهنت داخلی و خارجی موافقت می‌نماید به درجه بکالور تیار می‌کند. در فیلیال یک فاکولته تکنولوژی اطلاعاتی، 3 کافدره، همچنین شعبه و بخش و مرکزها فعالیت می‌نمایند. در تعلیمگاه 83 نفر استادان از جمله 2 نفر اجرا کننده وظیفه پروفسور، 17 نفر نامزد علم، 35 نفر سرآموزگار، 31 نفر اسیستنت، 12 نفر لابرانت و 2 نفر تنظیمگر به تعلیم و تربیت 678 نفر دانشجویان مشغولند. قبول به فیلیال طریق مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان صورت می‌گیرد.